مقامات تاجیکستان میگویند از دولت ازبکستان خواستند یک راه ترانزیتی بسیار مهم برای ولایت ختلان را برقرار کنند. بهرام شادیف معاون رئیس شرکت راه آهن روز 21 ایول در نشست خبری گفت مسئله از نو کشیدن راه ترمیز اموزنگ را چند پیش در تاشکند پایتخت ازبکستان با مقامات این کشور در میان گذاشت. دولت ازبکستان به این درخواست تاجیکستان پاسخ نداده است. تاشکند ماه نوامبر سال 2011 گفت یک قطعه راه آهن ترمیز اموزنگ در حمله تروریستی ویران شد و بعداً این راه را کاملا برچید. آن وقت وکیلان مردمی تاجیکستان می گفتند که ازبکستان برای بد کردن وضع اقتصادی ختلان این راه آهن را ویران کرده است و گفتگوی برنامه امروزه در همین باره است با همکارم شهلا گلخواجه. شهلا، رهبران شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان در نشست خبری چه گفتند؟ خب طبق گزارش شرکت راه آهن تاجیکستان در نیم ساله اول سال جاری میزان مسافربری و حجم بارکشانی طریق راه آهن کمتر شده است و بهرام شادی معاون رئیس شرکت راه آهن 21 ایول ضمن نشست خبری گفت که در این دوره حجم باربری 2,860,000 تن را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 12% کم می باشد. اما با اطلاع این مسئول در 6 ماه اول سال جاری صادرات مال‌های خواجگی خلق طریق راه آهن کشور افزایش یافته 7,000 تن را تشکیل داده است که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 48,000 تن بیشتر بوده است. همچنین با گفته شادی مقامات تاجیکستان از رهبریت ازبکستان خواستند که قسمت تخریب شده راه آهن ترمیز اموزنگ را که به ولایت ختلان می‌پیوندد دوباره برقرار کنند. این مسئله را هیئت تاجیکستان در سفر اخیرش به تاشکند در میان گذاشته است. لطفاً شهلا درباره اهمیت این راه ترانزیتی میگفتی که جنوب تاجیکستان را با روسیه و دیگر کشورهای منطقه وصل میکرد. خطه راه آهن ترمیز اموزنگ قسمت جنوبی تاجیکستان ازبکستان را میپیوست و راه ترانزیتی برای ولایت ختلان محسوب میشد. صادرات پخته به خارج کشور و واردات مصالح ساختمانی و مهمتر از آن مواد غذایی به قلمرو ولایت ختلان محض توسط همین قطعه راه آهن صورت میگیرد و حالا استفاده از راههای دیگری حمل و نقل $10,000 خراجات اضافی را در بر میگیرند. باید گفت مقامات تاجیکستان ضرر بسته‌شوی راه آهن قرغان‌تپه اموزنگ را برای تاجیکستان $100 میلیون حساب کرده و گفتند که آن به معاملات تجارتی ولایت، گردش سودای خارجی، تاثیر منفی و اقتصاد ولایت را نیز دچار عقب ماندگی کرده است. تشکر. همکارم شهلا گلخواجه از دوشنبه صحبت میکرد.